شده چند روز که بوی گل نیامد، گلم میداد مبارک، صدای خواندن بلبل نیامد، گلم میداد مبارک. بریم از باغبان گل بپرسه، گلم میداد مبارک. شر بلبل به سیل گل نیامد، گلم میداد مبارک، گلم میداد مبارک. خوشی و دید و با دیدید مبارک. کبا مال بیتر شد. کینه دیگه یا یک معتاد یا خیرات ما یا یک بیوزن یا خنکندی که فقط دور سیل آورده و هم میگه من خیرات ما. شما کینی؟ از خودم واکو. شما کار داریم. همینجا بیا. همینجا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین. بله. برارجو. بله. ما خارج آمدیم. از خارج کدو خارج؟ از خارج، از کشورها خارج. کشور خارج. ما بیامدیم که ما با امیت دقیق خبر داریم که شما بیامدیم چند وقت بیشتر با مملکت ما از اونجا حیوان دزدی کردیم بیاوردیم اینجا اور بزی باغچه بندی کردیم. با مدت 6 ماه. 6 ماه میشه. برارم گردنم بند باشه که اگه من تا حالی به می کنراب همسایا رفته باشم که شما کنراب میفهمیم چیه؟ نه نمیفهمیم. خود سیه که نمیفهمیم. ما آدم بیعقل سادی نافهمی برارم و من به تا کشور خارجا چی بایم؟ ما بیامدیم که تو رو هم ببریم با کشور خود اونجا بندی کنیم حیوان خود هم ببریم. آخه برارم ما گردنم بند باشه من 6 ماه 7 ماه 1 سال میشه من میتابق همینجا نگاهونم من خلیفی من همینجا بیامده اوی بیامده اون سرباغ همه چون میبینیم یا نه؟ معلوم نمیشه. اینجا من خبر ندارم اما مگر خودی ما بریم شما. با کجا بریم؟ با مملکت ما بابا مادر معطل من نباشم کنار مادر گریه میکنه میگه بچی من نمیآید. سر مبزی گفتا وا نمیشه به خاطر جرم ازی که تو از اونجا اور بجوندی بیاوردی مگر اور هم ببریم ما خود تو هم ببریم. بریم بابا اگه با ما نشون دی. بابا جو اونجا یلا اون بخومی دوه. خب بریم کور بگیریم. ما خارج نمیرم ماما. مجبوری بری تو جرم کنی. اگه نه تو به پنجی قانون میسپاری. به پنجی کی؟ به پنجی قانون. اشتباه فهم اون آدم. برارم من سر ما نمیشه من چیز نیم من دو زینیم من به خارجا چی میام من به تا خارجا میام. این مثل که کم داره. بریم که اور ما بگیریم بار عده تو هم دستگیر کرده میبریم. برارم من چی خبر داشتم برارم علم اینجا گایه. بارا متوجه باشین که با مملکت مردم که میاییم من نمیفهمم چیزی دوستی نکنه. نه من نیم من دوست. حالا که من به توی چی نمیگم به خاطر که بسی خوبی.
بگو برو بابا سیکو کینه دست را این مای باشه بابا گدایا خیره خیرات باید کنم نمیذارم 5 دقیقه خوشم نمیذارم اعصابم به کل خراب شده میگم میره اون میره ما چه کار کنم از این سرا بار کنید سیکو از تو 20 تا کو بیامونه من چه کار کنم چه خاکی رو صرف کنم از دست سلام علیکم بچه کوکا باشو کینه بابا بله سلام علیکم بابا اشتری سلام علیکم کجا بودی تو؟ کوکو نپرسی که من در و در کرد دیلک به چشم کوکو چری با چکار شده؟ چه کار کرده؟ او مرد داده به دست مردم وردش هم بابا نه بابا ها بابا اشتا داده بفروخته چه کار کرده؟ بفروخته چی رقم به چشم کلون کردین کوکو ای با کجا کلون کردین شما کوکو با ما چی؟ بچه خوب بچیه یعنی خوب بچه راست میگی خوب بچه بودم بچه کاکا شما ندگه کوکو به طول تاریخ ما کاری بکردین خب چه کار کرده؟ او مرد داده به دست دوست داده وردش همه اور ببرده نه اشته به دست دوست داده دو نفر بیامده بگه به در باغ آمده خوب که ما از خارج آمدیم یک حیوانی به این باغ بیاوردم او را از خارج آوردم مگرم حیوان ما بودیم به دستم و که اگه ندیم ما شما را بر میداریم میبریم او را میتونه دو دسته تقدیم نکرده وردش هم ببرده خود کجا شده؟ خود به تا باغمونه همین تا مقبول شیرین برای ما بیشی تقصه میکنه اینه ما چی خواه کسی را بزرگ کنم من مالکا اصلا تعجب میکنم که او هم تو بچی نبود یک به جای میرد به ما میگو که ما بابا همین تا جای میرم کاکا میفهمیم قیمت از او چندی بود حالا ما چکار کنم ما چی خواه کسی را بزرگ کنم بابا همین هر جا کمی دیلر که شما نکردیم 4 روز دست دادن نمیده دست کلا به اون جا دار ناکر فیده و مرتکه بدر کرد هیچ کاری نتونستم پیش بدر کنه او از این مرتکه هوای داده اور بابا خب بابا جان تو میش بودی روزه که بودی به ترباق میگوشتی بیاد من یک خوشی هم نداری به کسی نگفتم من نظر شما ای که پا نگفتم شاید نگفتی بیشتر نگفتم زبون من میگو در کار کاکا اور بابا چه 60 روپیه کسی نماز در دارم من دیلر که اون نافت یه گپ که شما قبول دار نه براتونه راست میگه بابا خوب واقعیت میگه کاکا باشه برارینه نه دامی که مرتکب مزدوری میگیره میگه همین بیل من به دستم من ندادم کسی ندی نگفتی دیگه با گفتم کاکا چه 100 بار گفتم کسی با باغ را نده به کسی چیزی نده او باغ تفریجا مانه بالاخره 1000 رقم بی از او 1000 رقم چیز دیگه بده او باغ خود تاوال چی داده؟ تاوال به چیزی تا حالا باید 10 بار بگرفتم سعی کردم یه به تا باغ را داده او که خیر چیزی گم نشده بود تاله ولی امروز چیز با ارزشترین چیز امروز تا باغ گم شده او گم شده درک میزنه درک میزنیم بخیر یا تو اون مرتکب بردم تا همون کوچه که برای خودش ما درک کاکا شو میای حال خودیو گپ زنیم بعد اون نفر میگه اکسیبرداری میکرد اکسیبر میگه گوشی داره که اکسبرداری کنه کاکا بابا من نمیگم همین دیلر سر به گوشی باقی که شما یک گپانه دیلر تو حالی به موسیقی رسیده گوشی کاکا میشه میایم بخونه میام خود گیلا کم باشه من میام خودش شما خودی از اون بیایم نه با چی کاکا سلامت باشی چاش نبسته کی خداحافظ کاکا فعلا خوش آمدی خبر خوش آوردی به دست من این خبر که خوش آمدی ما خوش دشمن کاری بشه نمیذاری یک پیاله چای بخوریم